نه با اون عظیم. خبر بزرگی هست. روح حج حسین بود، معنی کعبه حسین بود. کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. برای چی باید امام زمان تو حج حضور پیدا بکنه؟ حج بدون معنایی نداره. مثل الامام که مثل الکعبه، مثل امام مثل کعبه است، ببری دورش بگردی. پس عزیزم مشخص میشه که هر کی جز ولایت اهل بیت رو داشته باشه در آن زمان مشرک محسوب میشود، چون موقع بازگشت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بیشتر اینا کراهت دارن تا کفار. ببین مثلا شما جا خود جا کافره، یه نفر بعد مثلا همین فردا آقا ظهور کنه بعد 1200 سال دیگه، یه نفر بعد 1200 سال زنده است و معجزه است که تمام این سری میپذیره کافره. مشرک سختم. یه چیز جالب تجربه تو خودم در مورد مستبصرین میگم، کافره خیلی سریعتر هدایت میشه تا کسی که دین داره. هرچی این به ما نزدیکتر میشد کار بسیار سختری میشد. یعنی شما وقتی میخواستی یه شیعه 12 امامی رو استاندارد کنی کار خیلی سختری داشت. می دو نفر رفتن کلاس خط، یارو گفت 1 تومن میگیرم، گفت آقا چقدر بلدی؟ گفت من خودم بلدم، نصف نیمه بلدم. گفت خب شما 1 میلیون باید بدی. اون یکی گفت چقدر تو بلدی؟ گفت من هیچی بلد نیستم. گفت خب تو 500,000 تومان بده. گفت آقا من یارو بلدم 2 برابر اون. گفت آره داداش من باید 500,000 تومان زحمت بکشم مزخرفاتی که تو ذهن تو رو اول پاک کنم، چیز جدید یادت بدم. ولو کره الکافرون، نه مشرک. کافر یا میاد میجنگه یا تسلیم. آقا مخلصی. یدخلون فی دین الله افواجا، از قضا فوج فوج مسلمان میشن، گر و گر. یه معجزه انجام میده، معجزه پیغمبر، معجزه متناسب با عصر. یعنی چی؟ یعنی فلان مسئله ریاضی که مثلا جایزه براش گذاشتن 80 سالش که نتونسته حلش بکنه رو قشنگ میره با تخته وایت بورد جلوی کل رسانه ها به 6 روش حل میکنه براشون، تمام همه فیوزاشو میسوزه. یعنی اون چیزی که نمیتونید، تمام ریاضیدان ها، تمام نمیدونم پزشکا، تمام منجمین اینجوری یدخلون فی دین الله افواجا. نه تو همون عرصه‌ای که اونا ادعا میکردن ائمه بودن، تو همونجا مچ اینا رو میخوابوندن. اون و شما امام باقر رو دعوت کرد، میگفت این اهل علمه، من توی کار رزمی و جنگی من میتونم استغفر الله حالشو بگیرم. اصرار امام آورد نه باید تیراندازی کن، حضرت هم انکار نمیخواد ولش کن. این معلومه نمیتونه، بلد نیست، داره میپیچونه. اصرار ماشاءالله که اصرار میکنه. جلو چششون نقل کردم، گفت 4 تا تیر زد، اولیشو وسط سیب، دومی تو قاف تیر قبلی، پشت تیر قبلی، سومی تو تیرا رو میشکاف میرفت اون تو. گفت وقتی یارو کلکو پرشی، گفت حذفم در جوانی مقداری تمرین کردم، همون جایی که ادعا میکردن کلشون رو میخوام. نکته دیگه هم که رسول، یعنی این جریان باید رهبر داشته باشد. حتما اشاره میکنه رسولش رو، میتونه اسم رسولش رو نگیره، به دینش رو، درسته؟ به واسه هر کی نه فرسته. یه نکته ای رو چند بار تا همین دانودباها عرض کردم، میبینید همه جا درسته این قاعده. گفتم ببین چی بود؟ ما یه نبی داریم پیغمبر، بعضی از این انبیا رسول هم میشن. اینا جایگاهشون چیه؟ بالاتره، یعنی رسالت مأموریت ویژه داره. این برداشت ابتدایی. اما میخوام بگم این الزاما درست نیست. در زمینه نبوت بله رسول جایگاه بیشتری داره، اما برعکس این هم هست. یعنی چی؟ یعنی هر رسول الزاما نبی نیست، یه رسالت بده. یعنی چی؟ رسول به معنی پیغمبری نه ها، تاکید میکنه، باز قصه درست نکنن. رسول به معنی پیغمبری تمام، پیامبر خاتم الانبیا تموم شد. امیرالمومنین هم رسالت دارد. برای همین جالبه قرآن اینجور جاها نمیگه نبیش رو، میفرما چی؟ یعنی هم داره پیغمبریش رو میگه، هم در بطن چی؟ اون که رسالت بر عهده داره، مأموریت بر عهده داره و خواهد آمد. رسوله بالهدی و دین الحق. من با یه زن یهودی زمانی که من که از مطالعات اسرائیل بودم داشتیم چت میکردیم، سال 91 92 بوده، رسیدیم به این آیه محمد رسول الله و الذین معه اشداء صلوات بفرستید.
اینو داشتم صحبت میکردم، میگفت او تفسیر قرآن کار کرده بود. میگفت این منظورت کیه؟ خب پیغمبرمونه دیگه. گفت نه، اینو محمد اولیه نیست، محمد آخریه است. چون میگه اشارات و نشونه هایی که داره از ما تورات داره میگه در مورد اونه. اشتباه مسلمان تفسیر میکنه. الان نمیگم برید یهودی رو ممنوع قرار بدید، اما به این فکر کنید که اونها چطور دارن آیه قرآن میخونن. زن بود، اینجوری وقت گذاشته بود رو متون دینی بود. اگر این ضمیر ها رو که به کی برمیگرده، به پیغمبر بگیریم، ایشون از دنیا رفته، غلبه صورت نگرفته، باید باشه. اینجا دو معنی بده، یا این رسول یکی دیگه است، این یه حالت که وجود نازنین امام زمان میشه، پس پیغمبر نیستا. چرا؟ میگه اشبه الناس، در صورت، در چهره، در سیرت، در ذات و در سیره، در عملکرد به پیامبر. هر جوری پیامبر انقلاب کرد ایشون هم همینجا. دو، این به چی برمیگرده؟ که همه اینا نفس واحدن، یعنی که انه پیامبر دوباره اومده رو زمین. ببین اونجا در مورد امیرالمومنین اونا میگن انفسنا و انفسنا، درسته؟ چرا نگفتن نفسنا و نفسکم؟ نفسم جمع بستن، دقت کن، انفسنا یعنی علی که جان پیغمبر است، امام حسن که جان علی است، امام حسین که جان امام حسن است، امام سجاد که جان امام حسین، بگیر تا آخر. این به همشون برمیگرده. خود لفظ ها هم در هم عبری هم عربی اشاره به 5 تن آل هوا داره، چون معادل حرف 5 بود. همین دیروز عرض کردم اینا همسا براشون مقدسه، یه دسته همسا که 2 تا شست داره. کربلا میری در اخیرا خیلی میفروشن، متاسفانه نمیدونن مردم دارن چی میخرن، به عنوان نشان چشم زخمی. اینجوری 2 تا شست داره. چرا بهمون همسا؟ همه خمسه خودمونه. خدا اینا با نماد برکت تو خونه هاشون آویزون میکنن، مثل بعد چشم زخم اون چیزا اونا بر برکت آویزون. تو خونه خیلی از اسرائیلی‌ها هست، یهودی‌ها هست. همسا مقدسه. دست، یه دست ما 5 تا انگشت داره، 14 تا بند. میگه اون 5 که 14 میشن، این وعده الهی بوده. خدا به کی داده؟ به حضرت ابراهیم. چرا؟ بعد از قربانی اسماعیل در 99 سالگی، دقت کنید اسحاق به دنیا نیامده، اسحاق 100 سالگیش به دنیا اومد طبق نقل تورات. تو 99 سالگی یه کاری کرد حضرت ابراهیم، میگه نام تو پس از این ابرام خوانده نشود بلکه ابراهام خواهی بود. یعنی به تو ه دادم. چرا باید این اشاره کنم؟ یعنی اون هایی رو که خواسته بودی بهت دادم. این ها یعنی چی؟ الف، بت، گیمل، دالت، ها، اب، جد، هوس، ها، حرف 5 تا رو بهت دادم. از این حرف ها انقدر ساده نگیرید. برای یهودی‌ها که یک دنیا معنی داره، در قرآن هم من اشاراتش دیدم میتواند باشه. اینجوری بگیم مثلا وعلم الآدم اسماء کلها یا کلها، که واجب السجده شدی گویی. تا اون اسامی رو گفت واجب السجده شد. وقتی اسامی میشناختن اون اسامی رو، پیامبر فرمود بنا بدالله، اصلا با ما خدا اینا عبد شدن، با ما نحنو نقول الحمدلله، ما گفتیم الحمدلله، بعد اینا ادای ما رو در آوردن. کنا نور، ما یه نوری بودیم، محدقین لعرش الله، دور عرش خدا، مثل حدقه محدقین دور عرش خدا بودیم. تا این باید چی باید به این سجده کنیم؟ این خرابکاری میکنه، فساد میکنه تو زمین، خون میریزین. آیه قرآنه. خدا فهمه انی اعلم ما لا تعلمون، ما یه چیزی ما میدونیم شما نمیدونید دیگه. گفتن قبول داریم که یه چیزی شما میدونیم ما نمیدونیم، میشه ما هم بدونیم؟ بله. انبئهم یا آدم بگو. آدم چی گفت یهویی؟ انبئهم یا آدم به اسماء هؤلاء، اسمای اونا رو بگو. آیه قرآنه، اسمشون رو بگو. تا اسما رو گفت فسجد، نه و، بلا فاصله. ببین میگه جا حسن اومد، ثم حسین، بعد ان حسین اومد، یه روز بعد، یه ساعت بعد. یعنی دستشون تو دست هم بود اومدن. فرق بین واتقوا الله یا فتقوا الله، وقد استمسک یا فقد استمسک بالعروة الوثقی، یعنی اصلا همون انجام شد، همون تو امان دستشون تو دست هم بود، یه میلیمتر جلوتر. یه فسجد، اصلا
تعللی دیگه نه، هم مسئله براشون الالعبد حل شد. فسجدوا الا ابلیس، کسی که اینا رو نپذیره الا ابلیس، خود شیطانه. و اینا به خدا شیطان خدا رو قبول داشته بدبخت. اصلا که خود من جز تو به کسی دیگه سجده نمی‌کنم، ته موحدام. قیامتم قبول داشته، الی یوم یبعثون، تا روز قیامت به ما وقت بده. خلیفت الله رو قبول نداشته. جسارت ما همینا رو کره زمین اینا زیاد داریم ما. خیلی روزه باز نخونم. خدا رو قبول دارم، معاد رو قبولم، به امامت که میرسه پنچر میشه. عمرنات پتاسیم یه ترکیب جدیده، اینا 6000 سال هم نماز نخوندن که اون خونده بود. لامصب یعنی مرزای نماز خوندن جابجا کرده. یه سجدهش 2000 سال طول کشید. کله همه رو خوابون دیگه. دو قرون نمیارزه. فصل بعد دعوام سر کی بود؟ میگه تو اونجا بودی؟ نبودی؟ کجا بودی پیغمبر؟ از یختصمون بالملأ الاعلی، دعوا شد تو ملأ الاعلی. یختصمون مخاصمه، یقه کشی که چی؟ قل هو نبأ عظیم، بگو او خبر بزرگ است. بعد ببین این ادیبای عرب جون کندن اینجا، اینو که درستش کنم. این چی بگیم؟ هو نبأ عظیم، او خبر بزرگ است. اما یتساءلون، از چی میپرسن؟ عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون، در موردش به اختلاف افتادید. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. السلام علیک یبن النبأ العظیم، سلام بر تو ای فرزند نبأ عظیم. نبأ عظیم، سلام بر تو فرزند اخبار ساعت 21. تمام دعوا سر مولاست. و یا نه پیامبر امیرام گفت پیامبر راحت قبول کردن. 1,800,000,000 به من که رسید کارشان سخت شد و جز خاش آن نپذیرفتند. به ما بدی کردند در حالی که از ما هیچ بدی هم ندیده بودند. ما بدی هم نکردیم، هرچی گشتیم بینمونه بدی هم کردیم. اگر جنگیدیم برای خدا جنگیدیم، اگر کشتیم از کسایی کشتیم که میخواستن رسول الله رو بکشن. اینا دردشون با ما خانواده چیه؟ جز خیر بهشون برسونیم، جز کمکشون کنیم، جز از مال و جانمون بهشون بدیم، جز که بهمون فحش دادن ما نادیده گرفتیم، جز که سلام میکردم جوابمو نمیدادن، جز این که مسخره میکردن به چشم نمیگرفتم، به گوش نمیگرفتم. نفر بعدیشون منو صدا میکرد گفت علی اون فحشه رو با تو بودا. میدید فحشه به هدف اصابت نمیشه، فحشه با تو بودا. میگفتیم نه با یه علی دیگه است. جز این بود، جز این که ابو شهیدم، ابو عبدالله رو نگاه کن، فرزند شهید، بچه ها شهید، پدر مادر شهید، بچه ها از اصغر تا اکبر، کوچیک تا بزرگ شهید، برادرها شهید. کس و کارش در راه دین خدا رفتن، خون زندگی ول، خانوادش اسیر. تو همین دعا میخونی قتل من قتل و صبی من صبی. یه عده‌ای رو کشتن، یه عده‌ای رو فحش دادن. سب یعنی فحشی که به کسی بدی جگرش بسوزه، اونو میگن سب. اقصی من اقصی، یه عده‌ای تبعید شدن، زندانی شدن، فحش خوردن، کشته شدن. طبیعی این حجم از دشمنی. یه جای دلت مرض داره دیگه بینی بین الله. یه فکری بالا خودت بکن دیگه چه بدی کرده بودن. دیشب دیدم زن فلسطینی مادر اینا محب اهل بیتن، شافعی های مصر، میگه نم دیدید یا نداشت داد میزنه، میگه خون بچه من خون حسین ابن علی رنگین تر نیست. انت الحسن والحسين انت مش احسن منهم. الحسن والحسين انت مش احسن منهم. لما انقتلوا وانتبهوا الشاة لم يطيروا ذبحها. مع السلامة يما. وكان صدق باب السماء مفتوح. مع السلامة. الله يسهل عليكم. اینا اخلاقشون اخلاق اهل بیتیه. ما خیلی آدم داریم که اهل بیتیان خبر ندارن، یه هول میخوان. شاه اسماعیل صفوی هم که جامعه ایرانی بودن، سنیای 12 امامی بودن، همه اماما رو قبول داشتن، احترام ویژه تر از هر صحابه دیگه میذاشتن. یه هولشون داد فقط.